عین آب خوردن میتونی این سیب زمینی سوخاریای خوشگل و مجلسی رو درستشون کنی و تو مهمونی‌ها به عنوان فینگر فود یا دورچین غذاات ازشون استفاده کنی. خب برای درست کردنش فقط به سیب زمینی احتیاج داریم که باید بذاریم آب پز بشه. البته خیلی هم آب پزش نکنین که له بشه. پوستش رو میگیریم و رندش میکنیم و ادویه هایی که تو کپشن نوشتم رو به همراه آرد به مواد اضافه میکنیم. مواد رو خوب مخلوط میکنیم تا یک دست بشه و بعد داخل ظرفی کیسه فریزر میذاریم و مواد رو داخلش پهن میکنیم. ظرف رو داخل فریزر میذاریم تا مواد کاملا یخ بزنه و بعد به ابعاد نسبتا ضخیم برش میزنیم. حالا به 3 تا ظرف احتیاج داریم که تو یکیش پودر سوخاری طلایی میریزیم، تو یکیش نشاسته ذرت و تو سومی تخم مرغ. زمینی هایی که کات کردیم رو اول توی نشاسته ذرت میغلطونیم، بعد توی تخم مرغ و بعد توی پودر سوخاری. حالا آماده است که بره تو روغن داغ سرخ بشه. بعد از سرخ شدن هم روی دستمال جذب روغن بزنیم تا روغن اضافیش کشیده بشه. فوق العاده ترد و خوشمزه است و خیلی آسون هم آماده میشه. راستی اگه به این سبک از آموزش علاقه داری 3 تا پست پیر شده پیج رو از دست نده.